دقت کردید یه انتخابایی توی زندگیمون خیلی تاثیرگذاره؟ یکی از اینا انتخاب روانشناسه. این که اصلا برای مشکلمون بریم پیش روانشناس یا نه. این سوالی که خب ذهن خیلیامون رو درگیر میکنه. اینجا من امروز یک تستی آوردم. این تست شامل 20 تا مورده که 20 تا عبارت رو از شما سوال میکنه و توی این 20 تا مورد بعد از جواب دادن شما یک تصویر کلی از این که چقدر نیاز دارید که به روانشناس مراجعه بکنید دستتون میاد. تست هر سوالش که پرسیده میشه، هر موردش که گفته میشه، بین 1 تا 5 شما باید بهش نمره بدید. 1 کمترین علاقه شماست، یعنی کمترین نمره‌ای که شما به اون مورد میدید. 5 هم بیشترین نمره است، یعنی 1 کمترین و 5 هم بیشترین. 20 تا سواله که اگر نمره‌هاتون کمترین حالت باشه میشه 20 و اگه بیشترین حالت باشه میشه 100. پس رنج نمره‌هامون بین 20 تا 100. فقط برای این کار یک کاغذ و قلم نیازتون میشه، حتما بیارید و هر کدومو که من میخونم شما بهش 1 نمره بدید. در آخر هم یک چارتی هست که من اونو توی ویدیو قرار میدم میذارم که شما دقیقاً بهتر بدونید که توی کدوم دسته قرار میگیرید و چه حد نیازه که به روانشناس برای مشکلاتی که دارید مراجعه بکنید یا نه. چیز مهمم بگم آخرش این که همیشه ما برای مشکلات لزوما به روانشناس مراجعه نمی‌کنیم. یه موقعی هست اصلا فارغ از هر مشکلی که داریم یا نداریم اصلا میریم پیش روانشناس و لزوما چیزی نیست که بگیم حتما باید مشکل باشه تا شما روانشناس رو ببینید. اینم که الان داریم این مورد رو بررسی می‌کنیم فقط برای روشن‌تر شدن ذهن شماست که اگر اول کار موندید که چه تصمیمی درسته، اصلا برم پیش روانشناس نرم، این اونجا بهتون کمک میکنه. خب دیگه کشش نمیدم، بریم سراغ سوال ها. سوال اول: در کل از زندگیم راضیم. سوال 2: احساس میکنم که به یک گروهی، حالا از هر جنسی، تعلق دارم. گروه دوستا، گروه خانواده، هر گروهی که مد نظرتونه. سومی: بیشتر اوقات غمگینم و احساس میکنم نمیتونم از شرش خلاص بشم. مورد 4: احساس میکنم زندگی معنا داره و جهت مشخصی رو دنبال میکنم. 5: برای تمرکز کردن مشکل دارم. 6: میتونم برای اهداف شخصیم برنامه ریزی بکنم و بهش برسم. 7: اغلب تحت فشار احساسات منفیم. 8: در کل حس میکنم روابطم و شغلم توی مسیر درستی قرار داره. 9: احساس نگرانی و بیقراری دارم و معمولا انتظار بدترین ها رو میکشم. 10: احساس میکنم مدیریت خوبی توی مسئولیت های زندگی روزمرم دارم. 11: اخیراً توی الگوی خوردن و خوابیدنم و ورزش کردنم یه تغییراتی ایجاد شده. 12: روابط نزدیک و رضایت بخشی توی زندگیم دارم. این بخش روابط اگه بخوام حالا توی دسته‌بندی‌هایی که توی تست هست توی این 20 سوال، روابط از همه مهمتره. حالا این تقلب رو برسونیم که اگر خواستید یک معیار اصلی داشته باشید، این کیفیت روابطتون خیلی شاخص مهمیه. 13: اغلب با سرزنش خودم درگیرم. 14: نزدیک یک تغییر بزرگ توی زندگیمم و به خاطرش الان احساس ناآرومی دارم. 15: برای بهتر شدن زندگیم دست به کار میشم. 16: از چیزهایی که قبلا لذت میبردم الان دیگه لذت نمیبرم. 17: فکر میکنم احساس سالمی از عزت نفس رو دارم. 18: از بیشتر چیزها احساس ترس دارم. 19: علائم فیزیکی مثل دلدرد و ضربان قلب دارم اما لزوما دلیل مشخص پزشکی و فیزیکی نداره. 20: تعاملگر خوبیم و میتونم عقاید و نیازهامو به دیگران بفهمونم. این 20 تا موردی بود که بهتون بهتر کمک میکنه که بدونید چقدر نیاز دارید پیش روانشناس برید یا نه. نمره هاتون رو جمع بزنید هر کدوم رو و در آخر عددی که به دست میاد رو با چارتی که اینجا براتون میذاریم مقایسه بکنید. اولین موردی که توی چارت هست کمترین نیاز شما برای مراجعه به روانشناسه و پنجمیش اینه که خب یعنی بیشترین نیاز رو دارید. اگر هم که براتون سخت بود هم گوش بدید هم نمره دهی بکنید، براتون فایل این سوالا رو گذاشتم توی کپشن، میتونید در اونجا دانلود بکنید و خب یک نسخه نوشتاریشو اونجا ببینید. موفق باشید.